با عرض سلام و خسته نباشید خدمت عزیزان تاریخ شناسان و تاریخ دانا و باستان شناسان عزیز. این شهر گورش فیروزآباد فارس شهر دایره شکل بوده که اولین شهر دایره شکل بوده که مناره رو میبینید، مناره شهر گوره. ببینید ما این شهر زیر خاکه، توجه کنید. ببینید ما الان رو سقف یکی از همونا وایسادیم. این سوراخ رو میبینید دقیق. این ما سقف اینجا کلا ساختمونه هنوز بناها هنوز موجوده و روشون گل پوشونده و متاسفانه مردم این منطقه، مردم خودمون، جایی که اینکه اصالتمون رو بیارن بیرون از این خاک، جایی که همت کنن تلاش کنن که نذارن نابود نشه این بنا، این شهر دایره شکل. خب تو هر کشور دیگه بود الان به زیبایی هرچه تمام از اینجا منبع درآمد درست میشد که حد نصاب نداشت، ولی که ببینید بردن زیر کشت، اصلا از شهرگور دیگه چیزی نمونده، هیچی باقی نمونده دیگه. چند سبای دیگه تا پای مناره هم رسیدن، تمام دیگه نابود. هنوز بناهاشون هست، بناهاشون سالم راحت میتونن از زیر خاک بکشن بیرون. خب میتونن راحت به زیبایی هرچه تمام از زیر خاک بکشن بیرون که این یعنی این شهر رو از نو جهان نشون بدن، ولی که نه همتی هست. ببینید من الان بالای یکی از ساختموناش هستم. ببینید این سوراخ ها نشسته رو میبینید، نگاه سازه این ساختمونا رو نگاه کنید. آدم جیگرش کباب میشه وقتی میبینه به این شکل دارن لغت به تمدن و به باستان و به او اصالت خودمون دارن میزنن. ببینید کل زمین ها رو گرفتن، کشاورزی دارن رو انداختن. اصلا نه انگار ما با میراث فرهنگی داریم، نه انگار که یه اداره هست به این نام. خودمون هم داریم تیشه به ریشه خودمون میزنیم. تا وقتی که اینجوری هست هیچ کس به فکرش نیست، هیچ کس اصلا اصالت براش مطرح نیست، فقط پول شده پول. اینم از نگاه بکنید این طلا میبینید رو براتون، نگاه اون قسمت طلا رو نمیدونم ببینید یا نه، من نزدیکش میکنم. ببینید این شهر دیواره شهر دایره شکل بوده. ببینید از اینجا نگاه کنید، این دیواره بوده که به وسیله خندق محافظت میشده. خوب توجه کنید، همه رو بردن زیر کشت. اصلا نه دولت، اینم یکی از فرماندهای اعرابی که به حساب اینجا کشته میشه و هلاکت میکننش، امامزاده. نگاه کنید اصلا انگار نه انگار که اینجا بنای تاریخیه. این شهر کلا زیر گله. این شهر راحت میشه اگه دستی کشور دیگه ای بود به خدا قشنگ این شهر کامل میآوردن از زیر خاک بیرون. نگاه کنید این منارش دیگه رسیدن تا زیر مناره. او هم یه ساختمونه امامزاده دیگه، یک فرمانده دیگه از اعرابی که کشته شده به شکل امامزاده در بردنش. ببینید نابود شد همه اصالت. حیف این شهر برسید به دادش، حیفش.